برای شروع تست دیتابیس با جیمتر اول باید یک ترد گروپ بسازیم. روی تست پلن کلیک راست می‌کنیم، قسمت اد ترد گروپ رو انتخاب می‌کنیم. حالا باید تعداد کاربرایی که می‌خوایم باهاشون تست کنیم رو مشخص کنیم. به عنوان مثال من 120 تا کاربر رو مشخص می‌کنم. حالا نیاز داریم که درایور JDBC مربوط به دیتابیس خودمون رو دانلود کنیم. به عنوان مثال من می‌خوام درایور پوستگرس رو دانلود کنم. برای دانلود این درایور که مربوط به پوستگرس هست وارد این URL میشم. اینجا اشاره به پوستگرس شده. بر اساس DBMS خودتون میتونید اینو تنظیم بکنید که MySQL باشه، MS SQL باشه یا هر چیز دیگه. وارد وبسایت میشیم. در اینجا به بخش دانلود میریم و توی این صفحه آخرین ورژن رو دانلود میکنیم. همونطور که میبینید فایل دانلود شده و اسم فایل و ورژنش و اکستنشنش که .jar هست مشخص شده. حالا وارد جایی میشیم که فایل جیمترمون رو اکسترکت کرده بودیم. حالا اون فایلی که داشتیم رو به داخل فولدر لیب انتقال میدیم. این فایلی است که دانلود شده و انتقالش دادم. حالا باید جیمتر خودمون رو ببندیم و دوباره باز کنیم. بعد از اینکه جیمترمون رو دوباره باز کردیم، روی ترد گروپ کلیک راست میکنیم، قسمت add config element JDBC connection configuration رو انتخاب میکنیم. توی قسمت variable name for created pool یه اسم دلخواه مثلا MyDB رو مینویسیم. توی بخشای پایینتر دیتابیس URL ازمون خواسته. URL مورد نظرمون رو بهش میدیم. یه همچین چیزی. JDBC دو نقطه اسم DBMS مون توی قسمت لوکال هاست میتونید آدرس سرور دیتابیستون رو بذارید و در این قسمت هم پورت دیتابیستون و اینجا هم اسم دیتابیستون. داخل بخش JDBC driver class درایور کلاس خودمون رو انتخاب میکنیم که برای من پوستگرس هستش. حالا یوزرنیم و پسورد دیتابیسمون رو وارد میکنیم. باید برای انجام تست اتصال یک JDBC ریکوست بسازیم. برای این کار روی ترد گروپ کلیک راست میکنیم، قسمت add sampler JDBC request رو انتخاب میکنیم. توی این بخش همون اسمی که داخل JDB connection configuration به عنوان اسم یونیک وارد کردیم رو وارد میکنیم. این قسمت میتونیم کوئری مورد نظرمون رو وارد کنیم. به عنوان مثال من این کوئری رو وارد میکنم. حالا برای دیدن نتایج نیاز به لسنرها داریم. روی ترد گروپ کلیک میکنیم و لسنرهای خودمون رو اد میکنیم. حالا وقتشه که تست رو ران کنیم. تستامون ران شده و حالا میتونیم نتیجه هاشو اینجا ببینیم. یک سری هاشون فیل شدن و یک سری هاشون پس. با توجه به این داده هایی که از سامری ریپورت و ویو ریزالت گیرمون اومده میتونیم عملکرد دیتابیس خودمون رو تحلیل کنیم.